بیا ببین چی پختم، چه کردم. مواد داخل پیتزاتون کاملا دلمخواهه. من پیاز رو با زردچوبه تفت دادم، بهش گوشت چرخ کرده زدم، یه سری ادویه زدم که طعمش عزیزی به اون رو میکنه. داخل کفشن همه رو براتون نوشتم. موادتون رو تفت بدین و بذارید کنار. حالا برای بین نونای یوفکا یه سس خیلی خوشمزه باید درست کنیم که نونامون خوش نشه. تخم مرغ، شیر، روغن قاطیشون کنید، بریزید بین نونای یوفکاتون. نونی که میخوان باید مثلثی باشه. نونا رو باید شبیه آشیونه پرنده همینجوری که توی فیلم دارید میبینین همه رو بپیچین. کنجد برشته میخوایم و شیره انگور رقیق شده. داخل شکم نوناتون رو با مواد پر کنین، پنیر پیتزا بزنین، بفرستینش بره داخل فرن. غذای ما آماده است. کپشن رو بخون. همه موارد داخل کپشن برات توضیح دادم. نوش جونتون.